داخلیه است که شما میبینید، چی توی آبنبارا چی تو خونه هاشو، بجز این نمای بیرونی خوشگلی که دارن، نمای داخلشون خیلی خوشگل‌تر از بیرونه. الان میخوام بریم یکی رو ببینیم. این یکی از آبنبارای این منطقه است. بریم داخل رو ببینیم. اون چیزی که مثل کولر عمل میکنه، آب و باد میاره داخل، اینه. اون چیزی که ببینید، خدای من. یکم پایین‌تر بگیر، نماییده میشه ببینی. مثل یه پروانه میمونه که باد میاره داخل با یه معماری خیلی خوشگل و عجیب غریب. مثلا اون قسمتش بسته است، بعضی قسمت ها بازه، طوری زده که باد برگرده داخل. نمیدونم کار اینا چیه. اینا آبنبارای قدیمیه. البته متاسفانه داشت صدام و مسعود و اینا اومدن اینجا یادگاری نوشتن که خدا لعنتشون کنه. بله خیلی خوشگله.